آنها تقاضا کرده بودن یک هیئت بلندپایه‌شان که به افغانستان سفر کنند پری شب، و ای که آنها تجاوز بر حریم افغانستان کرده بودند. امارت اسلامی افغانستان اجازه ندادن سفر بکنن، پس مسترد ساخت. در این واقعیت داره. و دو موضوع پایگاه بگرام ما باید تصریح بکنیم که افغانستان همش یک خاک است و ما یک وجب خاک را هم به کسی نمیتیم و هرگز نظامی کدام کشور در افغانستان نمیپذیریم و این خواست مردم افغانستان و ملت ماست. این راست ما امتحان شده ایم، تجربه شده ایم، باید کسی شکی نداشته باشه که افغانستان مالک داره و هیچ کشوری را اجازه نمیده نظامیانشان به بگرام یا نقطه دیگر افغانستان بیاین. اگر تجاوز بکنن خطش جداست و پاسخشان جدا خواهد بود. ولی تعاملات سیاسی، تعاملات اقتصادی با تمام جهان من جمله آمریکا میخواهیم. از آمریکا خواهان هستند که عوض از اینکه بگرام را واقعا بیان سفارت خود را باز بکنن از چنل‌های دیپلماتیک با ما تفاهم و تعاملات مثبت داشته باشه.